بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان گرامی سلام، شبتون بخیر. ساعت 20:30 با چند خبر در خدمت شما هستم. بازگشت اتباع خارجی از مرزهای ایران در مقایسه با پارسال 37% افزایش یافته است. رئیس ستاد مرکزی اربعین گفته 130668 تبعی خارجی در 16 روز اول ماه صفر پس از زیارت عتبات عالیات وارد ایران شدند. همچنین 212562 تبعی خارجی برای حضور در پیاده‌روی اربعین از مرزهای کشور خارج شدند. آقای میراحمدی گفته دیروز 9889 تبعی خارجی از سفر زیارتی اربعین بازگشتند. مرزهای خروجی مجاز برای اتباع مقیم مرز شلمچه و برای اتباع غیر مقیم مرز کذاب است. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی از ثبت نام 32000 مهاجر افغانستانی مقیم مشهد برای اعزام به عتبات عالیات خبر داد. آقای شرافتی راد گفته این تعداد مهاجر افغانستانی در سامانه هوشمند مدیریت اتباع یا همان سهما و دفاتر کفالت برای اعزام به عتبات عالیات در عراق ثبت نام کردند. به گفته این مقام مسئول، فراجا برای 31000 نفر دفترچه زیارتی صادر کرده است که قبل از مراجعه به مرزهای عراق باید آن را دریافت کنند. از ابتدای ماه صفر تا کنون 29000 مهاجر مقیم مشهد به صورت کاروانی به عراق سفر کردند. زائران افغانستانی از شهر کابل و هرات وارد مرز دوقارون شدند و مورد استقبال ستاد اربعین شهرستان تایباد قرار گرفتند. این تعداد از زائران حسینی که برای عزیمت به عراق و شرکت در همایش جهانی اربعین به ایران آمده‌اند، در موکب سردار شهید سلیمانی پذیرایی شدند. اولین گروه از زائران افغانستانی از طریق مرز دوقارون وارد جمهوری اسلامی ایران شدند. از مرکز کشور پایتخت کابل عازم عتبات عالیات از شهر هرات اومدم همراه 15 نفر از خانواده‌مون. من غزنین اومدم 15 ساعت تو راه بودم. زائران حسینی که برای رسیدن به معشوق خود رنج سفر را با جان و دل خریدند. حس خیلی دلتنگی و انتظار خیلی بیش از حد و خلاص عجله که فقط برسیم در حرم آقا. از یه طرف میگیم زودتر برسیم، از یه طرف دیگه میگیم کاش این مسیر طولانی بشه و همین حس و حالاشو دوباره تجربه کنیم. دلدادگانی که در مسیر عشق به سرور و سالار شهیدان با هزاران آرزو پا نهادند. خداوند کل مؤمنین رو توفیق عنایت کنه که به زیارت برن. اول از همه فرج آقا امام زمان و بعدش شفای همه مریضا. اینجا دوقارون همه آمادن و خدمت به زائر امام حسین را یک سعادت می‌دانند. زائرانی هستند که برای اولین بار قدم میذارن در این مسیر و این باعث توفیق و سعادت ماست. این لباس رو میبینن که داریم بهشون خدمت میکنیم، دعا میکنن به حق ما که انشاءالله شما هم قسمتتون بشه برید. ما تعداد 5-6 تا نیرو داریم، اینا هم چرخشی هستن و روزانه میتونیم تا 2000 پخت قرص نان داشته باشیم. همه ظرفیت های لازم برای سفری آسان و بدون دغدغه برای زائران در این خطه مرزی فراهم شده. 2 سالن ورود و خروج و ما به ورود اختصاص دادیم برای زائرین. 4 گیت بوده هر سالنی که اختصاص 2 سالن شده 8 گیت افزایش پیدا کرده. 10 موکب رو ما فعال کردیم از نقطه صفر که خدمات بدن در حوزه پذیرایی، در بخش‌های درمانی، در حوزه پشتیبانی و تدارکات هم متأثر از برنامه‌ای که با مجموعه کنسولگری در هرات داریم پیش بینی تدارکات وعده‌های غذایی انجام شده. 1500 تا 2000 نفر امکان هم تدارک اقامت در شب رو پیش بینی کردیم. کی شود ببوسم من خاک کربلای تو، ظاهرم ظاهر نیمه نگاه تو. زائرین افغانستانی برای شرکت در عزاداری‌های پایانی ماه صفر از طریق معبر زمینی دوقارون راهی کذاب میشن. علی اصلاحی، خبرگزاری صدا و سیما، نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان. همزمان با ایام اربعین حسینی دعای پرفیض ندبه به یاد شهدای فاطمیون در مسجد حضرت زهرا سلام الله علیها در مشهد برگزار می شود. به رسم پنجشنبه‌های فاطمی خبرنگار ما به سراغ شهیدی رفته که پس از 10 سال به آرزویش رسیده است.
شهید سید عیسی علوی بهمن سال 1402 به شهادت رسید. فاطمیون قصه غریبی است. قصه دلدادگی و از خودگذشتگی. هر کس پا به میدانش میگذارد دیگر قرار ماندن ندارد. مثل سید عیسی علوی که به خاطر یک آرزو راهی سوریه شد. آرزویی که 10 سال در انتظارش بود. خیلی دوست داشت که برای از حرم حضرت زینب دفاع کنه. گفتم حالا دل من فدای دل شما که دوست داری، منم افتخار میکنم به دوست داشتن شما. رفت اونجا و آرزوش رسید، دیگه شهید شد. سید عیسی علوی سرانجام در بهمن 1402 در منطقه دیر الزور سوریه به شهادت رسید. سلام شهید تشنه لب، سلام شهید. این شهید مدافع حرم مسئول عملیات تیپ حضرت ابوالفضل العباس لشکر فاطمیون بود. فرق نمیذاشت که افغانی باشه یا ایرانی، اصلا بین این چیزا فرق نمیذاشت. میگفت من میرم دفاع کنم از دین اسلام و از ناموسم. از او 4 فرزند به جا مانده، 2 دختر و 2 پسر که میگویند ادامه دهنده راه پدر هستند. دوست داشت درس بخونیم، منم دارم به درس میخونم و به درس خوندن ادامه میدم تا آرزوهاشو برآورده کنم. درسم ادامه میدیم، مراقب مامانم و خواهرام باشم. پدر خیلی خوبی، پدر مهربون، اصلا دلش نمیاد آب تو دل بچه‌ش تکون بخوره. از دلتنگی میگویند. یه شب تو خوابم اومد، کلی باهاش حرف زدم، انقدر حرف زدم که خالی شدم. کاش دوباره بیاد تو خوابم. همیشه چیش انتظارم که برگرده. راه میرم، نشستم، هر کاری میکنم اسم شهید کنارم هست همیشه. سمیه حسینی، خبرگزاری صدا و سیما. اما یک خبر ورزشی. تیم فوتبال زیر 17 سال افغانستان فینالیست کافا شد. تیم ملی فوتبال افغانستان در جام قهرمانی زیر 17 سال مرکز آسیا یا همان کافا با شکست تاجیکستان میزبان راهی فینال این رقابت‌ها شد. این تیم توانست با تکل ساحل سروری از سد تاجیکستان عبور کند. پیش از این نوجوانان افغان قرقیزستان را 2-0 شکست داده بودند. تیم فوتبال افغانستان در بازی فینال روز شنبه 3 شهریور ماه با ازبکستان رقابت خواهد کرد.